وقتی که اینا عذاب دیدن باز چی میکنن؟ بازی کسایی که میگه حالا فلان میگه کیس رهبرت فلانی رهبرم است والا ما فلانی رو بسیار خوش دارم، باز اونمون رهبرایشان از امی زیر دستای خود اظهار بیزاری میکنن. در روز قیامت ببینی که لینن کل کمونستا رو دو میزنن، لغت مالشان میکنه. چی خراب بودین آمدین از من پیروی کردین. مارکس ببینی از پیروای خود چی میکنه؟ اظهار ندامت میکنه. پاچاهایشان از زیر دستایشان، فرعون از پیروای خود هنگامی که تبرع چی کنه؟ اظهار بیزاری بکنه. الذین کسانی که اتبعوا متابعت شدن، کسایی که متابعت شدن، چی از قانونشان متابعت کردن، چی از احکامشان متابعت کردن، احکام از چیز کردن، امو رهبرای باطلشان کسایی که بودن این رهبران چی بشن؟ از کی رهبرا؟ من الذین اتبعوا، از کسانی که اینا را متابعت کردن، پیروی کردن، در حزبشان رفتن، در گروهشان رفتن، به خاطر حزب از اینا خیستن مبارزه و مقاومت کردن. بازیا چی میشن؟ در روز قیامت اما خود رهبرایشان از اینا چی میکنن؟ اظهار بیزاری میکنن. ورأوا العذاب، بازی کل از اینا عذاب میبینن کلشان. اوه چی عذاب دوزخ است. و تقطعت بهم الاسباب، باز تمام اسبابی که در بین از اینا بود، اسباب دوستی که در بین از اینا ایجاد دوستی میکرد، که تو رفیق حزبی ما هستی، تو رفیق سنگر ما هستی، و تو رفیق دوست ما هستی، و تو در سازمان ما هستی، و تو در گروه ما هستی، و تو در حزب ما هستی، این کلش بینشان چی میشه؟ و تقطعت بهم الاسباب، ای اسباب تواصلهم، یعنی اسباب تواصلشان در دنیا کلش قطع میشن، باز روابطشان قطع میشه، دیگه چیز نمانده. و قال الذين اتبعوا، آل باز پیروانشان چی میکنن؟ این اعضای از باز چی میکنن؟ میگن آل دیگه ندامت میکنن و میگن کاش که یک فرصت می بود، کمی ما می رهبر خدا خوب دمی دنیا میگفتیم که ای پست، ای ذلیل، ای رذیل، از این اظهار چی میکردیم؟ بیزاری میکردیم. و قال الذين اتبعوا، و میگن کسانی که متابعت کردن یعنی تابع بودن، لو ان لنا کرتا، اگر بر ما یک مرتبه فرصت داده شود در دنیا، یک مرتبه داده شود، فنتبرأ منهم، باز ما چی میکنیم؟ اظهار براءت و بیزاری میکنیم از کی؟ منهم، از این رهبرای باطل خود. کما تبرئوا منا، مثل که آل در روز قیامت آمدن ما را ذلیل ساختن و ما را گفتن شما هیچ پیرو ما نیستین، لوده مردم بدین، چرا از پشت ما آمدین؟ کذالک، این چنین یریهم الله، الله متعال میگه که اینی قسم نشانشان میتن الله متعال اعمالهم، اعمال خودشان را حسرات، حسرت، بازیاد اعمال خود حسرت میکنن. حسرت چی است؟ میگه والحسرت و شدت ندامت علی محزون فائت. حسرت چی است؟ شدت ندامت است به یک محزونی که، به یک چیزی که فوت شده از پیشش. و ما هم حسرات علیه، باز امی اعمال خودشان، امی کارهای خودشان حسرت و پشیمانی هست. کاش که ما را نمیکردیم، کاش که دیگه حزب نمیرفتم، کاش که فلان، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که من دوست خود نمیگرفتم، این چی لوده آدم من دوست خود گرفتم، این خودش حال در بدر خاک بسر است، ما را همین گرفت رسوا ساخت. و ما هم بخارجین من النار، باز الله متعال میگه دیگه فرصت بر از اینا داده نمیشه، اینا خارج نمیشن از آتش دوزخ، ولو که هزاران حسرت را بکنم. حال الله متعال برای انسانهای مؤمن چی میگه؟ میگه شما وقتی که موحد شدین، از لوازم توحید اطاعت اوامر الله هست. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، ای مردم کلوا بخورید مما فی الارض، آنچه که در زمین است، حلال است و طیبا و پاک است. یعنی اول باید یک چیز رزق حلال پیدا بکنین که بر شما حلال باشه خوردنش، حیوانات حرام نخورین. طیبا باید پاک باشه، امو وسیله که او رزق شما میخرین. بعضی کسا هست میرن مرغای کشته شدگی خارجی رو که کت برق کشته شده او را صاحب کیلو رانا را خریده میره یخ زدگی پشت سرشان نشست. برازیل، در برازیل کس الله اکبر هیچ نمیگه، فهمیدی؟ این بعضی خورده میگه حلال بخور، بازو طیب باشه. وقتی بعضی کساس گوسفند حلال میخره لکن به پیسه حرام، این هم برازی ناروا هست. الله متعال میگه که چیزای حلال بخورین، پاک بخورین. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و متابعت از گام های شیطان نکنین. شیطان چه قسم گام هست؟ میگه شیطان کس عادتش است به تو آستا یک گام پیش میه، یک گام پیش میه. در وقت کمونستا که بود، کمونستا میگفتن، لنین برای ما گفته 2 قدم پشت سر برو، 1 قدم پیش برو.
باز میرفت یک مولای مسجد خوب برش لنگی هم میخرید، یک چند پا ماش هم میدادش، باز خوب احترامش هم میکرد. باز میگفت چرا تو میکنی؟ میگی از این خاطر 2 قدم پشت سر میریم که خوب دلک از این مولا چی شوه، خوب دیگه بر ما گرم شوه. که گرم شد باز 1 قدم ما میپرتیم، یک زدن در فرقش میدیم، باز از بین میبریمش، نابودش میکنیم. الله متعال میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گامهای شیطان شما پیروی نکنید. یک روز ریش سرت کل میکنه، دیگر روز لباسهای خودت خراب میسازه، استایل کفری در سرت میکنه، دیگر روز مویایت مویای کفری جور میکنه، استایل جور میکنه، دیگر روز لباسهای خانمت سرت میکشه، میگه این استایل زنها هست. دیگر روز که باز آستا شد به این گناهها که مبتلایت کرد، باز بالاخره از صغایر شروع میکنن در کبایر، از کبایر به چی؟ به کفریات. بعضی کسا هست میگه گناهی که صغیره هست اینا میکنن، این خود شیطان سرش جرأت پیدا کرد، در گناه صغیره خود گرفتمش، باز میارش در کبیره، باز میاد او مردم چقدر گناه میکنه، ما کمک گناه کردیم. شیطان برش میگه خب، میگه شیطان بر هر کس مطابق مزاجش یک شیطان روان میکنه. برای محصل یک شیطان محصل روان میکنه، برای مفتی یک شیطان مفتی روان میکنه. فهمیدید یا نه؟ برای مولوی خوبامت یک شیطان قوی که بازو فامیده باشه او رایی میکنه تا کی چی کنه؟ گمراه بسازه. بس سیاستمدار خوبامت یک شیطان سیاستمدار روان میکنه. اینا لیده که مثلا چی کرد؟ ایده که در صغایر گرفت، باز میاد در کبایر. بعضی کسا رو شما سعی کنین 20 سال پیش سلوه گناهی صغیره میکردن، باز آمدن در کبایر، در قتل، در دیگه پاد ساردن. بالاخره سوم خطوه شیطان چی شد؟ که یارا با کفریات و با دوستی با دشمنای الله اینا رو وادار ساخت. متوجه هستین؟ الله متعال میگه ولا تتبعوا و متابعت نکنید خطوات شیطان، از گامهای شیطان، برنامه‌های شیطان که خطوه گام گام آیسته آیسته پیش میره. انه یقینا که شیطان لکم برای شما عدو و مبین، دشمن آشکارا هست. حالا مثلا یگان گروپ ها رو جور میکنه به نام روشن فکر و تیز فکر و مثلا آزاد فکر و فلانی و جوانای دموکرات فلانی ولایت، جوانای دوراندیش فلانی قریه و این تو چیزا رو جور میکنه. بازی جوانک که سعی کنی خوب دیندار است، در اول خطوه شیطان اونجا رفت، باز برای یک ذره وقت ها میته که تو بخی یک بیان یک بتی، یک کمک رشدش میته، یک چند تا ماش میتیش، یک چند چیز که برش داد، دیگر از خطوه دومی رو میاره، باز خود از این چی میکنه؟ غرقش میکنه در کفریات و در گمراهی. یک جوان سعی کنی که یک جوان ببینی که مثلا 10 سال پیش چه خوب جوان دیندار بود، حالا که ببینی گلمک جمع از جمع. اینه الله متعال میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان، انما یقینا که شیطان یأمرکم، امر میکنه شما را به سوء و بدیها. بدیها چی است؟ هر قانون کفری بدی هست. یک شیطان سوسیالیست را میسازه، یکی دموکرات میسازید، یکی کمونیست میسازید، یکیش دیگه گروپ میبرید، یکی دیگه گروپ میبرید. اینه میگه به سوء. دیگه در چی؟ در فحشا. پس وسیله شیطان یکی شبهات است، یکی شهوات است. شبهات در دین تو در شبهه میپرته، به عوض دین بگه قانون دیگر را براتون میارم. والا اگر دموکراسی را قبول نکنی، کدام قانون را قبول بکنی؟ باشه بگو قانون الله را تطبیق بکن. بگو این قانون الله خال مردم یعنی کفار بسیار زور هستند. بگو مسلمان ها در جنگ های صلیبی 200 سال جنگ کردن، بالاخره 200 سال بعد صلاح الدین ایوبی چی کرد؟ دوباره فتح کرد. قلب خدا معزز نمیتین. یکی از علما میگه انسان مسلمان که 3 چیز داره، 3 سنگر داره. یک سنگر جسمش است، متوجه هستید؟ یک سنگر سرزمینش است، یک سنگر دیگه قلبش است. بعضی اوقات میشه کافرها سرزمین مسلمان‌ها رو قبض کنن اما جسم زیر گرفتن نمیتونن. بعضی اوقات جسم زیر میگیره، در زیر قیدش میباشه، اما سنگر سومی قلب است. اگر باز قلب از دست بازی دیگه کافر میشن. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. از این خاطر دشمنان اسلام چی میکنن؟ اول شبهات ایجاد میکنن. اسلام قابل تطبیق نیست، اقتصاد اسلام درست نیست. تو تطبیق یک دفعه اقتصاد اسلام در عصر عمر ابن عبدالعزیز وقتی که اقتصاد اسلامی 100% تطبیق شد، یک خیراتخور و گدایگر در روی سرک پیدا نمیشه. میامدن مردم میگفتن یا امیرالمؤمنین اول زکات برای کی بدیم؟ چرا؟ میگه هیچ کسی زکات بگیره. گفت بریم این جوانایی که چی هستن زن ندارن برای زمیا کلشانه از این پیسه مال بیت المال برشان زن بگیره. انما یأمرکم، یقینا که امر میکنه شما را به سوء و بدیها و الفحشاء و کارهای زشت و بی‌حیایی و ان تقولوا، و این که شما بگویید علی الله، بر الله ما لا تعلمون. این کار شیطان است. سومین کار شیطان چی است؟ که تو خودت بخیزی گپ سر الله بزنی که علم نداری. تو بگویی که شریعت الله قابل تطبیق نیست، اقتصاد اسلامی قابل تطبیق نیست، جهاد دیگه از وجود نداره، شهادت دیگه هیچ نیست. حال فعلا جهاد قلم از دیگه، مثل که یگان تا گپ میزنن یا کلشان هستن که سر الله سخنای میزنن که مالات علم. شما علم ندارید.
سر الله نماز بی منفعت است، حجاب قلبی هست. این کسایی که گپا را میزنن کلش گپای چی هست؟ گپای کفری هست که سر الله تهمت میکنه. و ان تقولوا علی الله ما لا. این کار شیطان است. شیطان میخواد که خودت بخی بیانیه بدی و خودت بخی گپ کفر بزن. بچه‌ها چیز شیطان چی میکنه؟ انما یأمرکم، شیطان اول شما را به چی امر میکنه؟ به سوء و بدیها، به احزاب کفری، به قوانین کفری. و الفحشاء، دیگه به چی؟ به فحشا که 24 ساعت این موبایلت که سیل کنی، اما تو دیگه تمام روز یک 40 تا تصویر بد خو میبینی. به این گمراهی ها بازی کلش دروازه‌اش برات باز میمونه. رقص و موسیقی و ساز و تصاویر برهنه و فیلمای خراب کلش برات میمونه. و سوم کار خطرناک میکنه که بیخی باز از گناه به کفر میکشن. او چی است؟ و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. باز خودت من حیث سخنور میگی فلانی خان چقدر خوب سخنران است. تو بخی یک سخنرانی که بازی میخیزه که صاحب سوسیالیستی قدر خوب است، که دموکراسی قدر خوب است، که آل فعلا وقت تطبیق اسلام نیست، آل دیگه ما مجبور هستیم که بخیزیم قوانین کفری را تطبیق بکنیم. این الله متعال میگه که خوب تحت تاثیر شیطان رفتیم. و اذا قیل لهم، دیگه صفت انسانهای بیدین چی هست؟ شیطان صفت چی هست؟ صفت انسانهای شیطان صفت که است اینها رهبر خود، ما و شما سالار ما، سید ما، کسی که حلال حرام جایز ناجایز خوب و بد بر ما تعیین میکنه الله متعال است. پس الله رب ما هست. حال ما 5 قسم سالاری داریم. مسلمان ها خالق سالاری هستن، میگه سالار ما و سید ما الله هست، او شریعت بر ما تعیین میکنه. بعضی کسا هستن پدر سالاری دارن، میگه خدای ما، سید ما، رهبر ما، کسی که خوب و بد و حلال و حرام و جایز ناجایز بر ما تعیین میکنه چی است؟ پدرای ماست، رواجهای ما هست. قسم سوم احبار سالاری هست که اینا علمای یهود و علمای درباری را باز این رهبر خود قرار میتن، میگه هر چی که میگفت گپ پذیر قبول داریم. رهبان سالاری کسایی که گوشه‌نشینا و تارکین دنیا را راهبار سالار خود قرار میدادن که هر قانون او کرد اما قانون از ما تطبیق کنیم. و پنجمش چی است؟ نفس سالاری است که بعضی کسا نفس خدا میگه حکومت مردم توسط مردم برای مردم، حکومت نفس توسط نفس برای نفس. این چی هست؟ این مردم سالاری هست. این میگه مردم سالاری. پس الله متعال درباره پدر سالارها میگن انسانهای جاهلی یکی از عاداتشان چی است؟ که یا میگن که ما شریعت تطبیق نمیکنن. در بعض مجلس ها شما بشین برشان بگویی که برادر اینجا حکم الله هست. چطور است حکم الله؟ میگه والله در اینجا که است رواج ما این قسم است، ما همین رواج خدا میکنیم، پدرای ما همین قسم کردن. پس یا خدای خود معبود خود کی را گرفتن؟ پدرای خدا گرفتن. بعضی کسا قوانین قبیله را میکنن، یا چیرته زتلای خپلوان و زور تا الله دسوي واینا دلته مون پختو کو. اینجا ما شریعت الله را تطبیق نمیکنیم، اینجا پختو را قبول میکنیم. بعضی کسای دیگه رو بیرن برشان بگویی که اینجا شریعت الله را تطبیق کنیم. نه بابا، اینجا رواج ما این قسم است، در ولایت ما این قسم قانون است. اینا لیا چی کردن؟ معبود خود کی را گرفتن؟ امو پدرای خود گرفتن. الله متعال درباره از چی میگه؟ و اذا قیل لهم، و وقتی که بر از اینا گفته شد بر مردمای جاهلیه که اینا بیدین هستن، وقتی بر از اینا گفته شد که اتبعوا، متابعت و پیروی کنید، ما انزل الله، آنچه را که الله متعال نازل کرده، قالوا میگن بلکه نتبع، ما متابعت و پیروی میکنیم، ما آنچه را که الفینا علیه آبانا، ما الفت گرفتیم از پدران ما. چیزی که پدرای ما برای ما گفته رواج ما هست، ما به اون الفت داریم، عادت داریم، ما عادات و رواج و تقالید خود ترک نمیکنیم. وقتی که برشان گفته شد مطابقت از ما انزل الله بکنین، انزل الله چی است؟ قرآن و سنت است، پیروی از قرآن بکنین، پیروی از سنت بکنین. بعضیا میگن بلکه ما مطابقت میکنیم، ما الفینا علیه آبانا، به اون چیزی که ما عادت گرفتیم از پدر ما. اولو کان، الله متعال میگه پدران از چه قسم مردم بودن؟ اولو کان، آیا چنین نبود که آباهم پدرانشان لا یعقلون شیئا، پدرانشان نه عقل داشتن، ولا یهتدون، و اینا هدایت هم نشده بودن. پدرانشان چی شده بود؟ عقل هم نداشتن و هدایت هم نشده بودن. شما چه قسم از پدران شما پیروی میکنین که او پدرانتان خودشان نه عقل داشتن و نه هم هدایت شده بودن. و اذا قیل لهم، و اذا، و هنگامی که قیل گفته شد لهم بر از این مردمای عصر جاهلیت، یکی از صفات جاهلیت الله متعال بیان میکنه که مردمای جاهل و کسایی که اندیشه و فکر جاهلی دارن چی صفات دارن؟ اذا قیل لهم، وقتی گفته شد برایشان اتبعوا، متابعت کنید، ما انزل الله، و از آنچه که الله نازل کرده،
قالوا باسی مردمای عصر جاهلیت چی میگه؟ بل نتبع، بلکه ما متابعت میکنیم، ما الفینا، ما از آنچه که الفینا الفت و عادت گرفتیم، علیه بر آن، آباءنا، از پدرای ما. میگن هر چیزی که رواج پدرها و رواج ما هست ما او را هیچ ترک نمیکنیم. الله متعال میگه ولو کان آباهم، آیا چنین نبود که پدرانشان لا یعقلون، یعنی این پدرها و مادرها و بزرگای خود که اینا سالار خود قرار میتن و اینا را پیروی و اطاعت میکنند، لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اینا خودشان عقل نداشتن. اگر عقل میداشتن خب موحد و یکتا پرست میبودن. اگر اینا هدایت میشدن باز اینا احکام و شریعت الله را تطبیق میکردن. شما از او پدر و مادر پیروی بکنین که هدایت شده باشه، پیرو قرآن و سنت باشه و دین تطبیق بکنن. اما اینه که اونا مثلا خودشان دین ترک کردن و شما با بهانه از اینکه پدر و ماست و بزرگای ما هستن، الله متعال میگه خود از اونا عقل نداشتن، خودشان هدایت نشده بودن. و مثل الذین کفروا، و مثال الله متعال برای مسلمان ها میگه این کافرها که هستن وقتی که شما برشان هر قدر حق بگوین اینا قبول نمیکنن حق. مثل چی وارث؟ مثل الذین کفروا، و مثال کسانی که، یا مثال دعوت برای کسانی که کفر و کافر شدن، که مثل الذی، مثل کسی است که ینعق، صدا میکنه. کی رو صدا میکنه؟ صدای حیوانات. یعنی یک کسی میخیزه، شما بعضی اوقات اگر بعضی از چوپان ها را در بعضی دره ها دیده باشین، سر از این حیوانات که قار میشه بازی ها را صدا میکنه که نرو، که باش، استاد باش، دوش میدن، بعضی اوقات قار میشن. اینا الله متعال میگه این کافرها مثل حیوانات و عادت داره که هر قدر برشان صدا بکنی، حق برشان بگی، و گپ تو را میشنوه، معنایش نمیفهمه و سرش تاثیر نمیکنه. متوجه هستین؟ که مثل الذی، مانند کسی است که ینعق، صدا میزند چی را؟ حیوانات را. بما لا یسمع، شکلی که لا یسمع، نمیشنود، الا دعاء و ندا، فقط امو صدا زدن و خواستن و ندا کردن میفهمه. وقتی که تو صدایش میکنی صدایت میفهمه، اما قلب نداره که او را درک بکنه، چشم نداره که حق ببینه، گوش نداره که حق بشنوه. هر قدر برش بگویم یک دفعه ببینو در دیگه دنیا هست، در دیگه فکر است، گمراه هست. سمون، اینا را الله متعال میگه چرا تو هستن؟ میگه اینا کرای حقیقی هستن. کر او بیچاره نیست که گوشش نمیشنوه، او خب بسیاری وقتا ولو که گوشش نمیشنوه قلب روشن داره، مؤمن است. بکمون، گنگه هستن. او گنگی که ظاهرا گپ زدن نمیتونه، بسیاری گنگا را سل کنی که از موتو که بسیار خوب دیندار است. عامیون، نابینای حقیقی اینا هستن. نابینا او نیست که چشم نداره، نابینا او است که خوب چشماش لق لق سنتو سهل میکنه، لکن هیچ حق بر از او تاثیر نمیکنه. فهم لا یعقلون، پس هیچ وقت از عقل خود کار نمیگیرن، هیچ معقولانه فکر کار نمیکنن. باز الله متعال دوباره مسئله اقتصادی رو بیان میکنه که او مردم، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کلوا بخورید، من طیبات، از چیزهای پاک که ما او رو بر شما چی است؟ رزقناکم، رزق بر شما دادیم. واشکروا، و شکر بکنید، لله، به الله متعال، این کنتم، اگر شما هستید، ایاه، خاص برای الله متعال، تعبدون، اگر حقیقتا توحید عبادت در نظر میگیرین، پس باید احکام عبادت چی کنین؟ تقاضاهای توحید باید عمل بکنین، چیزی رو بخورین که حلال است. چرا؟ وقتی که یک انسان یک لقمه حرام آدم میده خود میبره، 40 روز عبادت از این قبول نمیشه. سعد بن ابی عباده رضی الله عنه، سعد رضی الله عنه، یک صحابی بسیار گرامی بوده، آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای من دعا بکو که الله متعال مرا مستجاب الدعوه بسازه. هر وقت دعا میکنم دعای من الله قبول بکنه. رسول الله صلی الله علیه و برش یک قانون بیان کرد، یک حکم شریعت بیان کرد. گفت اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوه، غذایت حلال بساز باز الله دعای تو را قبول میکنه. و باز گفت رسول الله صلی الله علیه و یک نفر از سر شمت خوب، سرلاش میده و مویاش رسیده و خاک پر است و مسافرت زیاد کرده و یعنی مثلا یک نفر حتی در بیت الله شریف میره دستای خدا بالا میکنه که یا الله مرا ببخش، یا الله مویاش رسیده، خاک پر شده، کارایش شرک است و مطعمه حرام، غذایش حرام است، و مشربه حرام، پولش حرام است، آبش حرام است، خانه که است و حرام است. الله متعال کی دعای از رو قبول میکنه؟ از این خاطر بسیاری وقتا حاجی‌ها میرن چیغ میزنن، صداها میکنن، از خاطر حرام بودن مالش، پیسه حجش، مصرفش، الله متعال هیچ برش قبول نمیکنه. الله متعال اینو میگه
انما آل الله متعال بعض از حرام ها را کلشان بعضش بیان میکنه در آیات و احادیث یک بیان کرده میتونه. انما یقینا که حرم الله حرام کرده علیکم بالای شما المیتة حیوان خود مرده را، یعنی حیوان خود مرده که بر شکلی که مرده باشه این سر شما چی هسته؟ این حرام است. مثل که مثلا کت برق بسیاری مرغا را میکشن، حیوانات را میکشن، نه الله اکبر است نه هیچ، مردم دیگه تو فرس خورده میرن و این حرام است. و دم و حرام کرده الله متعال خون بالای شما و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر. باز این مردمایی که گوشتای حرام میخورن باز بعضی از کنسروار رفتن من خریدن میره چی خیلی والا یک قوطی بود اونجا بودن فروشگاه خوب قوطی یکا بود از این صاحب هر روز میبرم میخورم. من یک روز رفتم سر ازم کراچی سال شدم حال سایل میکردم که اون نشته از گوشت خوک کاغا که هم دیگه قوطی گوشت آمده خورده رفتیم هیچ رای نمیزنه. حداقل بسیار جوانان را سعی کنید خوب انگلیسی را تا تافل خوانده میگه او من انگلیسی را میفهمم. در پشت از اون نشست که اینمی گوشت در کجا ساخته شده؟ در برزیل. اما قرار میگه در اینترنت از این چیز پرسان کردن در این برزیل چه قسم گوشت میکشن. وقتی ما پرسان کردیم بعض علمایی که رفتن از پیشان پرسان کرد گفت اینجا ما الله اکبر نمیفهمیم، ما فقط ماشیناست تق 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 یا کت برق یا کت هر چیز کشته میریم خلاص برای مردم. باز چالش چی است؟ باز گفتن والا به خاطر از اینکه مسلمانا که در پشتش حلال نوشته کنی باز ایره میخورن. این در پشت گوشت خوک هم حلال نوشته میکنن، در مایه هم نوشته میکنن حلال، در سبزیجات هم نوشته میکنن حلال. این رواج شده بین کافرها. حرمت حرام شده علیکم بالای شما ای مسلمانان حرام کرده حرم یعنی حرم الله متعال حرام کرده بالای شما علیکم بالای شما المیتة ای لحم المیتة یعنی گوشت حیوانی که مردار شده باشه و الدم و همچنان حرام کرده بالای شما خون جاری را. شما بعضی کسا تا خون جمع میکنن بازو رو ببینید همین حیوانی که کشت بازم خونش میگیرن پخته میکنن میخورن حرام است. و لحم الخنزیر و گوشت خوک بالای شما حرام است. و ما اهل و آنچه که صدا شده باشه یا ذبح شده باشه به بالای آن صدا شده باشه لغیر الله بغیر از نام الله. اینا هر حیوانی که چی شده باشه به نام غیر الله ذبح شده باشه، به نام بت بعضی حیوانات ذبح میکنن، به نام یک مخلوق ذبح میکنن، به نام قبر و به نام زیارت بعضی حیوانات ذبح میکنن. مجردی که نظر به غیر الله شد و به نام غیر الله ذبح شد ایره چی میکنه؟ یا در زیر پای از او زیر پای عروس میکشن، زیر پای بت میکشن. سابق بت پرستا بت خود زیر پایش یک گوسفند یا شتر یا چیزی را میکشن یا مرغ باز خونش در پایش میزنن. حالا همین رواج از طریق پدرها و مادرها و ترا برای ما و شما انتقال شده. حال در پای عروس میزنن، عین کارو بت پرستی را میکنن. متوجه هستین؟ این حالا اگه یک نفر پیش روی عروس بره یک دو رکعت نماز بخونه زیر پای عروس سجده کنه برش میگه تو کافر شدی، سجده خو عبادت است، چطور پیش بت عروس سجده کردی؟ اما این نمیگه که الله متعال در آیت قرآن که گفته بر عروس و بر ازیه فصل لربک وانحر و ذبح حیوان و پرنده را هم خاص برای الله بکن. اون زیر پای عروس زیر پای حاجی میکشه باز میگه والا من بسیار خوب آدم هستم و اون نفر هم قرار استاد است. هر عروسی که اجازه بده زیر پایش مرغ ذبح کنن و هر حاجی که اجازه بده این خودش به طاغوت مبدل میشه. و ما و حرام است همچنان بر بالای شما و ما و آن گوشتی که اهل بالای از صدا شده باشه بهی با آن لغیر الله بغیر از الله. فمن اضطر پس کسی که در حالت اضطراری قرار گرفت. حالت اضطراری حالت است که یک انسان در یک جای قرار میگیره که اونجا نزدیک است که این از گشنگی بمره. مثلا یک نفر مسافر است، در حالت مسافرت دیگه غذایش کل چیز خلاص میشه، دیگه بالاخره با حالت میرسه که از گشنگی بمره. الله متعال میگه واسه میتونی که لحم گوشت خنزیر بخوری. امی یکی از علمای که یک تفسیر بسیار خوب دارن برای معارف القرآن مفتی شفیع احمد است، یکی از علمای خوب است. این عالم در تفسیر خودش چه میکنه؟ میگه در این حالت هم اگر کدام گوسفند را یافتین که به غیر الله ذبح شده بود در این حالت را خوردن نمیتونی، گوشت خنزیر خورده میتونی، اما اگر گوسفند زیر پای قبر یا زیر پای زیارت یا زیر پای مخلوق ذبح شده باشه میگه در اون حالت هم خوردن نمیتونی. شفیع حنفی هست، یک تفسیر داره شفیع عثمانی حنفی و صاحب تفسیر چی است؟ صاحب تفسیر معارف القرآن است. اینال الله متعال میگه که فمن اضطر پس کسی که در حالت اضطراری مجبور قرار شد که حالت اضطرار بود، سختی بود، نزدیک بود که بمره دیگه در این حالت غیر باغن به شرطی که سرکش نباشه، بغاوت و سرکشی نکنه، ولا عادن و تجاوز از حد نکنه. یعنی تو نیست که یک دفعه گوشت خنزیر گرفته که باز بسته می راه دیگه کلش کباب کرده بره بخوره به مو اندازه که ضرورتش است دیگه که خدا از حالت فلا اثم علیه پس بالای از چی است؟ بالای از گناه است. فمن اضطر پس کسی که در حالت مجبوریت و اضطرار قرار گرفت غیر باغ در حالی که باغی و سرکش نیست، بغاوت نکردن، ولا عادل و عدوان و تجاوز نکردن،
دیگه فلا اثم علیه، پس بالای از او گناه نیست. در این صورتی که مجبوریت اگر این گوشت را میخوره هم این چیز این پروا نداره، به شرطی که گوشتایی که به غیر الله باشه میگه این باید نخوره. ان الله، یقینا که الله متعال غفور بسیار بخشاینده هست و رحیم بسیار مهربان است. آل باز هم علمای را میگه که اینا چی میکنن؟ کتمان میکنن شریعت، قرآن و سنت کتمان میکنن، تورات کتمان میکردن، انجیل کتمان میکردن. بعضی از علما هست که زیاد پیدا میشه. الله متعال چرا ذکر میکنه که باز در آخر زمان بسیاری مردم ها زیاد شده میره، علمایی که حق کتمان میکنن، قرآن کتمان میکنن، سنت کتمان میکنن، احادیث پیغمبر کتمان میکنن. چی است؟ ان الذين، یقینا کسانی که یکتمون میپوشانند یا پنهان میکنن، کتمان میکنن ما انزل الله، آنچه را که الله نازل کرده. الله چی نازل کرده؟ الله قرآن نازل کرده و الله متعال سنت نازل کرده، سنت قولی و فعلی و تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا که الله متعال میگه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اینا کسایی که ان الذين، یقینا کسانی که یکتمون کتمان میکنن ما انزل الله، آنچه را که الله نازل کرده از کتاب و سنت، من الکتاب، از کتاب، و انزل الله نازل کرده الله متعال من الکتاب، از کتاب. اینجا الف لام که اومده میگه الکتاب کس یعنی تمام کتاب ها را شامل میشه. چی کتمان تورات کنن، چی کتمان انجیل کنن، چی کتمان قرآن بکنن، چی کتمان صحائف بکنن، چی کتمان احادیث رسول الله صلی الله علیه و بکنن. هر چیز را که کتمان میکنن و یشترون به ثمنا قلیلا. چرا کتمان میکنن؟ این با وجود که عالم هستن، به خاطر از اینکه یشترون میگیرن در مقابل از ثمنا قلیلا، پول کمی را میگیرن. چی معنی؟ یعنی اینا در مقابل کتمان از این قلیل چرا گفتم؟ میگه انقطاع مدتی، به خاطر که پولی است که یک مدت بسیار کم در دست از می باشه. ولو که یک نفر 100 میلیون دلار هم داشته باشه، کمی مرد خلاص. و سوء عاقبته، این قلیل است به خاطر که عاقبت از بسیار کنار میگرفتن یا چی بود؟ قلیل بود. بعضی کسا هست که حتی مثلا با پیسه بسیار زاد اما مدتش کم است. اینا چی میکنن؟ در مقابل بکس های دلار حق کتمان میکنن. اولئک که همی گروه مردم ما یاکلون، نمیخورن فی بطونهم، در شکم هایشان در روز آخرت، الا النار، مگر آتش دوزخ. یک وقت سعی کنین که علما هستن کتک کتک چاق چاق شکم هایشان سعی کنین که از آتش دوزخ پر است، آتش پر است. عوام الناس حل میکنن که یکی است، میگه این فلان عالمی هست که حق کتمان کرده بود، این جزا را در روز آخرت الله برش داده. و دیگه جزایشان چی هست؟ ولا یکلمهم الله، العیاذ بالله. الله متعال باز امرای از این علما، این کسایی که کتمان حق میکنن، قرآن و سنت و کتابهای الله را میپوشانن و این پت میکنن و نمیگن حق، ولا یکلمهم الله، و الله امرایشان کلام نمیکنه. در روز آخرت الله متعال مستقیما که بنده های خود چی میگن؟ سخن میزنه. الله از پیش از اینا غضبناک میباشه، اینا را امرایشان گپ نمیزنه. یوم القیامتی، در روز قیامت، ولا یزکیهم، و اینا را تزکیه و پاک هم نمیکنه از این گناهایی که کردن. متوجه هستین؟ ولهم، و برایشان است عذاب علیم، عذاب بسیار دردناک. بسیار دردناک است. از دیگه که عذاب از یا سخت‌تر و دردناکتر است. اولئک الذین، همی گروه کدام مردم ها بودن؟ کسایی بودن که اشتروا الضلالة، خریدن گمراهی را، بالهدى، با ترک هدایت. هدایت دادن. بزرگترین ثروت انسان مسلمان چی است؟ عقیده توحید است، هدایت است. این امی ثروت خود از دست داد، عوضش در مقابلش چی گرفت؟ در مقابلش گمراهی را گرفت. میگه یک امریکایی برای یک مسلمان گفت که من خود 5 میلیون دلار سرمایه دارم. یک مسلمان گفت من 5 بیلیون سرمایه دارم. کوکی گفت 5 بیلیونت؟ گفت ایمان ما هست. گفت من ایمان خدا و این توحید خدا در مقابل بیلیون ها بیلیون دلار از دست نمیتونم. تو بیچاره کسی گفت ایمان نداری، تمام روز کپسولا را خورده میره که خواب ببرید از بی ایمانی. پس چی است؟ پس الله این بزرگترین سرمایه خدا میگه اینا از دست دادن. الله متعال بهترین سرمایه چی را گرفته؟ سرمایه هدایت گرفته. اولئک، همی گروه، الذین، کسانی هستند، اشتروا که خریدن، چی کردن؟ الضلالة، گمراهی را، بالهدى، در مقابل از دست دادن هدایت. والعذاب، دیگه چی کردن؟ دیگه تجارتشان چی بود؟ و خریدن عذاب را، بالمغفرت، در مقابل مغفرت الله. این مغفرت عزیز دادن. فما اصبرهم علی النار، این اسلوب تعجب میگه. فما اصبرک، مثلا یک نفر تعجب میکنه، میگه تو چقدر دمی آتش دیگه دلاور هستی. دیگه فما اصبرهم، پس میگه چی چیز اینا را صبرناک ساخته علی النار، یعنی اسلوب تعجب است. چقدر یا با آتش دوزخ
صبرناک هستن. مثلا شما تکواندو باز هستین، حتما میگن که ما آخرت که آتش آمد باز کات تکواندو میکنیم، کانفو میکنیم و کات ملائکه ما دیگه باز میخیزیم کشتی کج میگیریم. چطور میگیم ما بیچاره ضعیف مردم هستیم، نه کشتی کج یاد داریم، کلکای ما هم تو استخوانای ما کپ و کور است. ذالک امی چی کسته میگه امی عذابی که هست بر از اینا. چرا این عذاب است؟ به ان الله، به خاطر از اینکه الله متعال نزل الکتاب، نازل کرد کتاب را بالحق، بحق، یعنی قرآن عظیم شان نازل کرد. حق توحید است، حق شریعت الله است. الله متعال این حق نازل کرد. و ان الذين، و یقینا کسانی که اختلاف نمودن فی الکتاب، در کتاب، لفی شقاق بعید، کسایی که در کتاب الله اختلاف میکنن یا بسیار میگن یا در دوری جدایی از حق هستن، که از حق بسیار دور هستن. نباید در کتاب الله چی کنی؟ اختلاف کنی. کتاب الله هر حکمش بسیار واضح هست، جای اختلاف نیست. اگر علما کدام جای اجتهاد کردن و اختلاف نیست، اجتهاد است. یک عالم گفته چهارم سی سرت وامسحوا برؤوسکم، اختلاف نیست. گفت کلشان قبول دارن که میمس سر شود. احناف میگه به اندازه چهارم سی سر. شافعی میگه، امام مالک صاحب میگه که فقط کل سر باید مس شود، فرض است. احناف میگه چهارم سی سر فرض است. امام شافعی سمی فقط المسح و الاصابه، میخواد که دستان بزنی مس سرت میشه. این اجتهادات مختلف است، اختلاف نکردن، کلشان قبول دارن که مس سر چی است؟ فرض است. اجتهادشان در مقدارش شده است. پس شما اختلاف نکنین، حق یک حق است، اونم مس سر فرض است. و کسایی که اختلاف در کتاب الله میکنن، باز میخیزن در کتاب الله را غلط تفسیر میکنن، غلط ترجمه میکنن، غلط بیان میکنن، لفی شقاق بعید، میگه یا در جدایی از حق هستن و بسیار بعید دور هستن. یعنی در بین از اینا اما تو مثل که یک چیز شق میشده باشه یا اما تو شق شدن، حق او طرف رفته یا این طرف موندن. و باز شقشان هم کمک نیست که تو کمک فاصله داشته باشه، نمیگه بعید از دور، حق اون در مشرق است یا در مغرب است. اینقدر میگه. یا سبحان الله، اسلوب قرآن چقدر زیبا قرآن بیان میکنه. بعضی از کسا بودن دیگه باز یهود عادت داشتن میفتن ما طرف شرق روی خود دور میتیم، دیگه میفتن ما طرف غرب روی خود دور میتیم. تمام روز جار و جنجالشان سرزی بود که قبله مایی طرف هست، ما روی خودت میکنیم، ما روی خودت میکنیم. دیگه نمیگه پا زیاد جار و جنجال داشتن. الله متعال در جوابشان میگه که این دین نیست که شما در این مسائل اختلاف میکنید. لیس البر نیست نیکی، لیس البر نیست نیکی ان تولوا، این که بگردانید وجوهکم، روحایتان را، قبل المشرقی، به طرف مشرق، و المغربی، یا به طرف مغرب. ولکن البر، لکن نیکی که پیش الله اعتبار داره، پیش الله نیکی از چی است؟ من کسی انسان نیک است، آمن بالله، که به الله ایمان داشته باشه، به ذات الله ایمان داشته باشه، به عبادت الله ایمان داشته باشه، عبادت خاص برای الله بکنه، به افعال الله ایمان داشته باشه، فقط افعال الله را فقط به الله نسبت به افعال الله را از مخلوق نخواهیم، با اطاعت و حاکمیت الله ایمان داشته باشه، که حاکم خود الله را قرار بده، حکومت الهی را قبول بکنه، نه قوانین دیگر مردم را. اینی را الله متعال میگه، اینی است که من آمن بالله، ایمان حقیقی داشته باشه، موحد باشه، بالله، به الله ایمان داشته باشه، و الیوم الاخر، و ایمان به آخرت داشته باشه، از ترس آخرت بسیار کارا را نکنه، و الکتاب، و به کتاب، یعنی به کتاب‌های الهی. گفتیم الف لام در کتاب که است، این کلش شامل میشه، یعنی به تورات ایمان داشته باشه، به انجیل ایمان داشته باشه، به قرآن ایمان داشته باشه، به کل کتاب‌ها، صحائف، به کل از اینا ایمان داشته باشه. تو نباشه که ایره قبول دارم، ایره قبول ندارم. متوجه هستین؟ ملائکه را بگه مثلا که یهودی‌ها میگفتن ما جبریل قبول نداریم. تو چی کار هستی که جبریل قبول نداری؟ نه تو سر پیاز یا بیخ پیاز؟ تو یک آدم احمق هستی که زدی خودت تبا کردی. و باید به کل کتاب‌ها ایمان داشته باشی، و نبیین، به تمام پیغمبران ایمان داشته باشی. تو نه که والا این پیغمبر قبول دارم، ایره قبول ندارم، والا ایره قبول ندارم. نه، حتی بسیاری کسا تعصب میگن در مورد علما، من اینی عالم قبول دارم، میره قبول ندارم. شافعی را قبول دارم، بعضی شافعی‌ها تعصب میکنن، ما امام شافعی را قبول داریم، تنها شافعی را قبول دارم. چرا امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله را قبول نداریم؟ نه قبول نداریم. باز حنفی بعضی از اون میخواد میگه ما امام صاحب ابو حنیفه را قبول داریم، شافعی را قبول نداریم. باز دیگهش میگه ما کل علمای اسلام هستن، باید کلشان قبول داریم، به شرطی که اجتهادش مطابق چی باشه؟ قرآن و سنت. از هر کدامش که اجتهادش به قرآن و سنت بود، در نور چشم ما هستن. و اگر اجتهاد خود اشتباه کرده باشه، الله متعال برش اجر میده.
اینه باید ما و شما به تمام پیغمبرها و به تمام کتابها ایمان داشته باشیم و به تمام صحابه احترام داشته باشیم. بعضی کسا میگه نه والا اینی صحابی را خوش دارم، اینی صحابی خوشم نمیاد. حتی در ازواج مطهرات اینی مادر ماست، اینی مادر ما نیست. ای خدا تو رو شرمنده، این چی گپ شروع کردی؟ ولی قرآن عظیم شان خود میگه و ازواجه امهاتهم، کل همسرای رسول الله چی است؟ مادر مؤمنان. کی گفته که الا فلان و الا فلان؟ گفت کلشان. وقتی که گفت الله متعال کلامش معجز است، قرآن عظیم شان بسیار واضح است. پس این میگه نیکی همی است که باید به تمام پیغمبرها ایمان داشته باشه. اینال اگر کسی به موسی علیه السلام ایمان داره، به عیسی علیه السلام ایمان نداره، کافر است. و کسی که به موسی و عیسی ایمان داره، به رسول الله صلی الله علیه و ایمان نداره، کافر است. و کسی که به محمد صلی الله علیه و ایمان داره، به موسی و عیسی ایمان نداره، کافر است. باید به کل چی داشته باشه؟ ایمان داشته باشه. و آت المال و بدهد مال خود را علی حبه، به محبت خود، به دل خود، نه به زور. علی حبه، به رضایت خود. ذوی القربا بکی بده، به اقاربی که داره بر از اونا کمک بکنن، مسکین و فقیر هستن برشان بده، و یتاما بر یتیما بدن، و المساکین و بر مسکین ها بدن، و ابن سبیل و به ابن سبیل و به مسافرایی که مسکین و فقیر هستن بر از اونا کمک بکنن، و سائلین و به سوالگرا. بعضی کسا ستا این بیچاره هم کسا که یک در پین په خیرات هم میخواد قسمت از یک ساعت غیبت از رو شروع میکنه که ما چی چطور است چرا حال تو یک دار پدادیش بده ندادی بده برش خیر است، او میفهمه کارش، تو به خاطر رضایت الله میدی. و فر رقاب، بر غلام ها و کسایی که اینا چی هستن، غلام هستن میخواین آزاد شون، یا کنیزای هستن میخواین آزاد شون، شما بر از اونها پیسه بدین تا که غلامی و کنیزی و گپا اساسا از بین بره، مردم آزاد شون. و اقام الصلاه، و اقامت نماز بکنه، یعنی واقعا حقیقتا نماز بخونه. اینطوری نه که مثلا نماز فقط تپ تپ کردم، نه رکوعش معلوم است نه سجدهش، خواندی اقامه نماز بکنه. اقامه نماز چه وقت میشه؟ که به طریق پیغمبرت نماز بخونی. هر کسی که نماز رسول الله صلی الله علیه و یاد داشت اونو نماز خانه است. فقط پرسان کن رسول الله چه قسم رکوع میکرد، رسول الله چه قسم سجده میکرد، رسول الله صلی الله علیه و چه قسم تکبیر میگفت، رسول الله کجای در نماز سایل میکرد، رسول الله دو رکعت نماز چند دقیقه میخواند، رسول الله صلی الله علیه و تراویح چه قسم خواندن. در روایت ها ما میخوایم رسول الله یک شب تراویح خواند، این نزدیک بود که سحری نان پس شبی هم قضا شود. از روزی که میگی تراویح طویل خواند. از ما شما چه قسم است؟ دیگه نمازها رو خوب صحیح میخوان، یک دفعه تراویح که رسید یک دفعه موتر تیز کرده میره، درجه خود پیشتر برده میره، دیگه نمازها رو خراب میکنه، بازی رو بیخی خرابتر میکنه. پس اقام الصلاه است که نماز به طریقی کی بخوانی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه رهبرت، لیدرت، پیشوایت کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. نماز هر کسی که مطابق نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم بود امورتو مطابقت بکن. و آت الزکات، و بده حد زکات را. دیگه صفات مؤمنای حقیقی چی است؟ والموفون، و کسایی هستند که وفا میکنن به عهد خود، با عهدی که با الله کردی. عهد کردی به الله که یا الله بغیر از ذات تو کس دیگر عبادت نمیکنم. در کلمه طیبه ما چند دفعه بر شما گفتیم که سه تعهد است که یا الله بغیر از ذات تو کس دیگر عبادت نمیکنم، یا الله بغیر از شریعت تو قانون کس دیگر تطبیق نمیکنم، یا الله بغیر از طریقی رسول الله صلی الله علیه و دیگر طریقا رو نمیگیرم. اینا میگه مسلمان همین حقیقی کسی است که وفا کنه به عهد خود. والصابرین والموفون، و وفا کننده ها هستند به عهدهم، به عهدهایشان. اذا عاهدوا، هنگامی که عهد بسته میکنن. والصابرین، و صبر کننده ها هستند در چه وقت؟ فی البأساء، در سختی ها، و الضراء، در تنگدستی ها. سر خودش سختی هست لکن حق الله را انجام میده. مسکین و فقیر که آمد برش کمک میکنه، خودش تنگ دست است و مفلس است، بازم از اون مال کم خود در راه الله مصرف میکنه. و حین البحث، و در هنگام مشکلات جهاد با کفار، در اینجا هم بسیار صبر میکنه. سختی سرش آمد، تنگ دستی سرش آمد، حالت جهاد مشکلات سرش آمد. اولئک الذین صدقوا، اینی مردمایی هستند که با الله صادق هستند، راست هستند. اینی مردم‌ها راستگوی هستند. و اولئک هم المتقون، و اینا اصلا چی هستن؟ متقی هستن. بعضی کساست سختی رو تحمل کرده نمیتونه، خانه نداشت، باز میگن ای والا ما باید یک کلگی بچهای کاکایم 5 منزله جور کردن، ما باید 10 منزله جور کنم. چه قسم 10 منزله جور کنم؟ باز یکی دیگه میبرش می 10 منزله تو جور کرده میتونی که کازمی لونگیت بری که کافر بشینی دیگه. بازو کافره که خوب چی کردی؟ بازو برای تو یک بندل دلار میده، با بزرگ 10 منزله برای جور کن. باید میگه صبر داشته باشی در تنگ دستی، در سختی، در هر حالت. خیر از خانه نداشتی کی از بی خانگی مردنه. والا از ما شما کدام کوچی ها که از بسیار پیسه دار است،
در خیمه زندگی میکنه، یک شتر داره که موجود زندگی یک شتر نداره، هم شتر قیمتی داره، پیسه داره. بسیاری کسا را سعی کنید در بغل کوخانه‌اش از کچالو میخرید تا حسابش آرام است. ما دیدیم یک نفر یکان تا است خانه خراب داره کچالو خورده، پرسانش میگم چطور هستی کاکا خوب است؟ میگه آه الحمدلله بسیار خوب است. شب خواب کردی او بچه میگم شام کمی نماز خفتن میگم وقت اذان بده خرفش خواب میبره که بخیزیم به تهجد خود. پیسه داره که سیل کنی تو سیل میکنی که اوه موترای از رسی خانه‌اش سیل کنی اق گریان و ناله میکنه تو میکاش که اکسدی میداشتم برای از این کمک میکرد. فهمیدی؟ پس در مال تو را کس آرام نمیشه، راحت نمیشه، راحت در ایمانداری هست. یا ایها الذین الله متعال حکم قصاص بیان میکنه، حکم قصاص بیان میکنه. در اینجا چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان کتبه، اینجا به معنای کتبه علما میگن اینجا وقتی که کتبه در قرآن استعمال میشه به معنای فرض هست. کتبه ای فرض یعنی فرض کرده شده علیهم علیکم بالای شما القصاص. و قصاص چیست؟ مقابله الفعل بمثله، مقابله یک فعل یک کس است به مثلش. مقابله الفعل بمثله، به مثل از اون فعل میکنی. اگر او را هر کاری کرده بود، فهمیدی؟ یعنی کت تفنگچه زده بودش امی قسم کت تفنگچه بزنش، کت شمشیر بود اما تو کت شمشیر بزنش. حتی اگر درش داده بود اونم قسم باید درش بده. دستش قطع کرده بود اونم قسم دستش قطع بکنی، بینیش قطع. فهمیدی؟ یعنی اینو چی میگن؟ اول قصاص و مقابله الفعل بمثله ماخوذ من قص الاثر. فهمیدین؟ خب علامه ابن کثیر گفته فی القتل، در مورد مقتولین این قصاص الله چی کرده؟ در الله فرض کرده. شما سعی کنین، ما شما گفتیم که تعظیم شاعر الله باشه. بعضی کسا هستن تعظیم شاعر الله را نمیکنه، وقتی که تعظیم نمیکنه کافر میشه. بعضی کسا هم هستن قصاص چی میگه؟ میگه قصاص خشونت است. یک استاد یک روز که در تلویزیون قرار شش دیگه چی میگه؟ قصاص خشونت است. باز پسان که چه خوب فصاحتم بود، فصاحتت خوبش بود و کافر شدی. فهمیدی؟ یعنی الله متعال حکم الله هست، تو توهین کردی به مقدسات. الله متعال میگه بالای شما فرض شده قصاص در چی؟ در قتل ها. الحر بالحر، آزاد در مقابل آزاد. میگه یک دو تا یک قوم بودن، میگه ها میگفتن که نه ما در مقابل خیستن گفتن ما در مقابل غلامای خود آزادهایشان هم میکشیم، در مقابل زنهای خود مردایشان هم میکشیم، در مقابل اشتکای خود کلانهایشان هم میکشیم. الله متعال گفت که نه، این آیت اصلا درباره این مسئله بحث میکنه که شما در مسائل قصاص که است این باید عدالت هم مراعات بکنید. و حکم قصاص دیگه در آیت دیگه اصلی دیگه آیت میه الحر بالحر، آزاد باید در مقابل آزاد بگیرین، والعبد بالعبد، و غلام در مقابل غلام، والانثى بالانثى، و مؤنث در مقابل مؤنث، یعنی هر کس در مقابل هر کدامش. فمن عفی، پس کسی که عفو کرده شد له برای او من اخی از جانب برادرش، اگر یک کسی از طرف فامیل مقتول برش عفو شود شیء در چیزه، فاتباع بالمعروف، پس او باید متابعت بکنه به نیکی، و اداء الیه به احسان، امو چیزی که مالی که بر از او حقش است او را به احسان به نیکی برش بده. ذالک امی احکام تخفیف، یک تخفیف اسم ربکم از جانب پروردگار شما، و رحمت و رحمت است. فمن اعتدى، پس هر کسی که اعتدا بکنه یا تجاوز بکنه بعد ذالک، بعد از امی که در بین امی فامیل قاتل و مقتول چی شد؟ مصالحه و صلح شد، فله عذاب علیم، باز بر از او عذاب بسیار دردناک است. حال الله متعال چی میگه؟ میگه لکم فی القصاص حیات. الله میگن در قصاص گرفتن از قاتل ها چی است؟ حیات است، حیات جامعه هست. یک انسان که از مثلا یک وقت دکتر تو میگه که برادر این دست تو که است، این دست تو این استخوان از این قسمت تا این قسمت سیاه شده، اگر این از اینجا قطع کنیم بالا سیاه نمیشه، اگر این قطع نکنیم میایم تو سیاه شده میره کل وجود سیاه میشه. خودت میری برای دکتر $2000 هم میتی و برش عذرام میکنی و برش میگی همین دستک سیاه مرا چی کو؟ قطع کو. چرا؟ در قطع کردن دست سیاه شده خراب شده استخوان فاسد حیات بقیه چی است؟ حیات بقیه اعضای بدنت است. الله متعال میگه که اینمی انسان که از جز از جامعه هست، وقتی که این اختطاف میکنه و قتل میکنه و انسانها را به حالت میرسانه که کل جامعه را در جنجال میپرته، پس این اختطاف چی را بکش، قصاصش کو در مقابل اینمی نفر دیگه که لکن باز قتل معلوم شود که قتل عمد است یا قتل شبه عمد است یا قتل خطا هست یا جار مجرای ازی است. بازی را علما و فقها و بزرگای اسلام میفهمن.
باز به او سبب اگر فهمید که این قتل ازی قصدی است عمدی هست، الله متعال میگه و فی القصاص، بازی که قصاص درتان فرض میشه. در قصاص چی است؟ حیات است. چی است؟ زندگی است. حالا کسی که میگه قصاص خشونت است، این کافر به آیت شد نشد؟ بعضی کسا میگه قصاص چی است؟ خشونت است. باز ما بهش میگیم قصاص خشونت است، تو کافر خان شدی. چرا؟ به خاطر اینکه توی آیت قرآن گرفته چی کردی؟ انکار کردی. ولکم، و بر شما هست، الله متعال میگه ولکم فی القصاص، در قصاص چی است؟ حیات است، زندگی است. یا اول الالباب، اول الالباب کدام مردم میگه؟ یعنی کسانی که صاحب قلب سالم و سلیم هستند. لعلکم، شاید که شما تتقون، تقوا حاصل کنین. حالا یک حکم دیگه الهی از کتب علیکم اذا حضر، الله متعال میگه این فرض شده. این فرض شده بود در اول اسلام بود، منتها این حکم باز پسان چی شد؟ منسوخ شد. چرا؟ در اول اسلام احکام میراث بیان نشده بود. از این خاطر کسی که فوت میکرد باز به اقارب یای خود از مال خود چی میکرد؟ وصیت میکرد. اما پسان باز احکام ثابت شد، آیات قرآن نازل شد، از هر کس حقش معلوم است. باز این آیت به مو اساس میگن که این آیت منسوخ شدن. کتب فرض کرده شده بود بالای شما در اول اسلام، علیکم بالای شما، اذا وقتی که حضر میرسید، احدکم به یکی از شما، الموت و مرگ. یعنی احتضار موت چی نمیگه؟ یعنی وقتی جان کندنش می بود یا وقتی مرگش برش نزدیک میشد، میفهمید که من میمیرم. ان ترک خیرا، اگر ترک میکرد خیرا یک مال را، این در قرآن مال خیر گفته، اگر حلال باشه، پاک باشه. مال خبیث اونو حرام است. اگر مال حلال چیز داشته باشن، ترک کرده باشن، الوصیت، که وصیت بکنه از این مال حلال پاک خود، للوالدین، برای والدین خود، والاقربین، و برای اقارب خود، بالمعروف، به شکل معروف و نیک. حقا، حق الله بود، علی المتقین، بالای متقیان. مفسرین کرام میگن وقد کان ذلک واجبا قبل نزول آیات المواریث، پیش از نزول آیات هایی که درباره میراث است، این چی بوده؟ این واجب بود بالای مسلمان ها. باز میگه رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که چیز شد، ان الله، وقتی که آیات نازل شد، باز میگه رسول الله صلی الله علیه و آله در خطبه عام حجۃ الوداع گفت ان الله قد اعطى كل ذی حق حقه، گفت الله برای هر کسی حقش در میراث بیان کرده. فلا وصیت لوارث، برای وارث باز وصیت نیست. فهمیدین؟ فمن بدله، پس هر کسی که تبدیل بکنه امی متن وصیت بعد ما سمعه، بعد از که امیر شنیده باشه، فانما اسمه، پس یقینا که گناه امی کتمان از این تبدیل کردن از این، علی الذین یبدلونه، بر کسانی است که این چی میکنن؟ تبدیل میکنن. بعضی کسا وصیت میشنیدن، بازی رو تبدیل میکنن به خاطر منفعت خود. ان الله، یقینا که الله متعال، سمیع، شنوا هست، علیم، دانا هست. فمن خاف، پس میگه اگر کسی ترسید، من موسن، از وصیت کننده، جنفا، جنف چی رو میگه؟ انحراف میگه. جنف فلان ای انحرف، اگر دیدن که این کدام انحراف کرده او اثما یا گناهی کرده، فاصلح بینهم، باز بین از اصلاحات آورد. یعنی او بسیار وصیت ظالمانه کرده بود، این بین اصلاح آورد و این مربوط میشه طبعا بر از بزرگا و یا امیر المؤمنین یا خلیفه مسلمان ها. فلا اثم علیه، پاس بالای از او گناهی نیست. ان الله، یقینا که الله متعال، غفور، بخشاینده هست، رحیم، مهربان است. آل دیگه فرضیت دیگه مسئله روزه هست از دیگه احکام الله. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کتب، فرض کرده شده. گفتیم کتبه به معنای فریضه هست، یعنی کتب فرض، فریضه، فرض کرده شده، علیکم، بالای شما، الصیام، و روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانچه این فرض کرده شده بود برای کسانی که قبل از شما بود. یعنی روزه تنها مخصوص امت رسول الله صلی الله علیه و آله نیست، بلکه امت های دیگه هم، دیگه مسلمان ها هم بالایشان روزه فرض شده بود. امی حکمتش چی بود؟ لعلکم تتقون، تا شاید که شما با تقوا شوین. یعنی وقتی که انسان ماه مبارک رمضان با تمامی احکامش و ارکانش روزه میگیره، این سبب میشه که 11 ماه دیگه چی شوه؟ با تقوا شوه. یعنی کورس یک ماهه ترینینگ است برای تقوا. فهمیدین؟ ایام معدودات، آیا کل سال روزه هست؟ الله متعال میگه نه، این ایام معدوده است. ایام معدودات ایام روزهای شمرده شده هست که باز دیگه آیات حدیثی بیان میشه. فمن معدودات یعنی آیاتی که معدوده هست، یعنی معین شده، عددش معلوم شده هست، از عدد گرفته شده، یعنی ماه مبارک رمضان. فمن کان، پس هر کسی که باشد، منکم، از شما، مریضن، مریض. حالا میگه یک کسی ماه مبارک رمضان آمد، من مریض هستم، مریضی که روزه گرفته نمیتونه، او علی سفر، یا در سفر باشه، مسافر باشه، فعدتون، پس ای حساب بگیرد، من ایام، در روزهای اخر دیگر، یعنی هم روزهای خدا میتونه بخوره
و باز دیگه روزه قضایی بگیرن. و علی الذین یطیقونه و علی الذین و بر کسانی که یطیقونه، اینجا علما میگن که لا یطیقونه، همین اسلوب عربی همین قسم است، میگه و علی الذین یطیقونه یعنی کسانی که طاقت از این ندارن، طاقت و توانایی روزه گرفتن ندارن. بیخی یک دکتر طبیب مسلمان، دکتر طبیب متخصص مسلمان، اول دکتر باشه، دوم متخصص باشه، سوم مسلمان دیندار باشه. چرا دکترای بی دین همین داره که بری پیششان، خب اون دو قصدن بر تو چی میگن؟ حالا مثلا همین دوایی که تعویض میدن بازیا چی میفتن؟ گوشت گاو نخوری، دغوایای غوخه نخوری. پرسانش میگه چرا غوایای غوخه نخورم؟ چرا گوشت گاو نخورم؟ این خب میگه پیر ماست. باز مولایی که نمیفهمه بیچاره یا ما گپای از اون میزنه، فهمیدی یعنی؟ یا مثلا همین چیزا که هستن در عقیده از اونا گاو خوش دارن، گاو رهبرشان است، پیشوایشان است. و یهودیایی که تعویض میدادن در افغانستان، بازیا در عقیده یهودیایی که تعویض میدادن، یهودیا باز چی میکنن؟ در یهودیا عقیده یهودی از زن وقتی که در حالت عادات ماهوار باشه یا در وقتی که طفل پیدا میکنه در حالت نفاس باشه، بازی به نزد عقیده یهود چی است؟ نجس است. بازی ها میگه که اشکو که در خانه زنه که چی باشه نری، چون به نزد یهودیا نجس است. بازو بعضی کسایی که همین کتابای یهود و نصارا را اون دوار که دمی سر چوک از بنام نقش سلیمانی و این گپا را باز میکنن، بازی ها همه این گپا را میزنه. بیچاره نمیفهمه. کاش که اگه میفهمید باز این کارا نمیکرد. و علی الذین یطیقون، اینا گپ سر از چی است که اگر یک دکتر مسلمان چی باشه؟ دکتر باشه. مثلا دکتر اون دور بسیاری وقتا ما رفتیم، همین دکترای اون دو کوشش میکنن، میگه دیگه همین کمک که بوی پایم درد میکنه یا کمرم، میگه دیگه سجده نکنی، ایسه مت کرو، سجده مت کرو. اگر اون مریضی که واقعا صحیح باشه خب صحیح است، یا هر مریض منع میکنه، میگه شما مسلمانا زیاد سر پایتون سجده میکنین چی میشه؟ در حالی که مسلمانا کسایی که خوب سجده میکنه پای از وزگاه که قوی تر است. فهمیدی یعنی؟ او کسی که از استخوان خود زیاد استفاده میکنه او قوی تر میباشه. بازی چی میکنن؟ میگه دیگه سجده نکنین، دیگه دو پای نشینین. اینا حالا میگه که وقتی که اگر بعضی دکتراست میگه کافر که باشه، میگه دیگه روزه نکی. نه، از دکتر کمونیست و بیدین گپش قبول نکو. اگه دکتر مسلمان بود بازو برات گفت که تو اگر روزه بگیری برات روزه گرفتن نمیتونی، مرض تو خطرناک است، باز گپ از صحیح است. باز چی میکنی؟ فدیتون طعام مسکین و علی الذین و کسانی که یطیقونه طاقت ندارن که هیچ روزه را گرفتن نمیتونن، که اگر بگیرن مثلا تکلیفای خطرناک دارن که بسیار از بین میبرشان، باز الله متعال میگه فدیتون، پس خرس یا فدیه بتن. چی فدیه بتن؟ طعام مسکین، همون طعامی که در کتاب‌های فقهی بیان شده، در احادیث بیان شده، برای مسکینا مثلا غذا میتی در مقابل هر روز مثلا همون مقداری که براتون فدیه حضور میتین. فمن تطوع، پس هر کسی که روزه نفلی بگیرد. تطوع چرا میگه؟ در باب ان الصفا والمروه هم آمده بود تطوع. فمن تطوع خیرا، پس هر کسی که تطوع بکنه یعنی نفلی بگیرد خیرا نیکی را، فهو خیر له، ای برازی خیر است. و ان تصوموا، و اگر روزه بگیرین خیرون بهتر است لکم برای شما، این کنتم تعلمون، اگر شما علم داشته باشید. شهر رمضان، آل ماه مبارک رمضان بیان میکنه. کدام ماه هست؟ میگه شهر رمضان، ماه رمضان، اوت یک ماه قیمتی و با ارزش است که الذی، اوت ماه است که انزل نازل کرده شده فیه در آن القرآن و قرآن عظیم شان، یعنی ماه مبارک رمضان نزولش در قرآن عظیم شان شده. یعنی بدأ نزوله فی نزول القرآن فی شهر رمضان، شروع شده نزولش در قرآن ماه مبارک رمضان. هدن هدایت است للناس، بر مردما، و بینات، و دلایل واضح و روشن است، من الهدى، از هدایت ها، و الفرقان، و این فرق کننده هست، فرق کننده بین حق و باطل. فمن شهید منکم، پس هر کسی که شهیده حاضر شوه یا بیابه، منکم از شما، از شهر ماه رمضان، یعنی اگر یک نفر پیش از رمضان فوت کرد باز بالا از این روزه ماه رمضان نیست، فلیصمه، پس این روزه باید بگیره. و من کان، و هر کسی که باشه مریض او علی سفر، یا در سفر باشه، فعدتون، پس حساب بکنن من ایام آخر، روزهای دیگه. یرید الله بكم اليسر، چرا الله متعال بر مسافر، بر مریض، به زن حامله، به زن که طفل خودش شیر میته، بر از اینا فرصت داده که میتونن روزه خدا بخورن، بازیگر روزه بگیرن. به خاطر چی هست؟ به خاطر از اینکه اراده الله بر شما چی است؟ آسانی است. یعنی که بنده های ما با آسانی بتونن که دین مرا، شریعت مرا تطبیق بکنن. یرید الله، اراده نموده است الله متعال بکن به شما الیسر، آسانی را، ولا یرید بکم العسر، الله متعال سختی را نمیخواد. بعضی کساس دین سر مردم به زور سخت ساخته میره، او گردش درد میکنه،
و او روزه گرفتن نمیتونه دیگه، گرده خدا محکم گرفته و برش میگه نه بگی خیر از روزه گرفته. الله متعال میگه اراده سختی رو نکرده، بر تو فرصت داده استفاده بکن. ولی تکملوا و تا که تکمیل بکنین العدت تعداد معین را، ولی تکبروا و تا که تکبیر بگوین و بزرگی یاد بکنین الله متعال را، علی ما هداکم و آن چیزی که شما را هدایت کرد، ولعلکم تشکرون و تا که شما شکر بکنین. الله متعال در این آیت بعدی رد شرک در تقرب میگن. بعضی کسا در تقرب شرک میکنن، ما میریم پیش بتها، میریم پیش قبرها. چرا میریم؟ میگه یا باز دوستای الله هست، ما را به الله چی میکنه؟ قریب میکنه، ما را نزدیک میکنه، ما از الله دور هستیم. الله متعال این شرک از اینا را رد میکنه، برشان میگه و اذا سألک، و وقتی که از تو سوال بکنن ای رسول الله صلی الله علیه و آله عبادی، بنده های ما، بنده های موحد و یکتا پرست من، عنی در مورد ما، فانی پس یقینا که من قریب و نزدیک هستم. هیچ نیاز ندارم که پیش مخلوق برن که تو را نزدیک بسازن. من خودم برای بنده خود چی هستم؟ نزدیک هستم، با علم خود نزدیک هستم، با قدرت خود نزدیک هستم، با عظمت خود نزدیک هستم. اجیب و ما هستم، یعنی اجیب و انا، اینجا ضمیر مستتر است، وجوبا انا، یعنی انا اجیب دعوت الداعی، دعای دعا کننده را. الله متعال میگه تنها مستم که اجابت دعا کننده را میکنم، پیش دیگران نری که شما دست دعا را بلند میکنین. این مردمای دیگه دعای شما را اجابت کرده نمیتونن، نه پیغمبر اجابت کرده میتونن، نه ولی کرده میتونن، نه ملائکه کرده میتونن. الله متعال میگه اجیب و ای انا اجیب، من اجابت میکنم دعوت دعای دعا کننده را، اذا دعانی، وقتی که، به شرطی که دعانی، این نونزرنه علامت حذف یا هست، دعانی، به شرطی که این دست دعا را به بارگاه ما بلند بکنه، دعا از ما بخواه. فلیستجیب، چه قسم الله متعال دعای ما را قبول میکنه؟ الله متعال میگه فلیستجیب، پس شما اجابت بکنین لی به من، یعنی اجابت بکنین آن اوامری که من دارم، ولیؤمنوا بی، و ایمان به ما بیاورند، لعلهم، شاید که ایشان یرشدون، یا چی شوند؟ طریق و یا راه رشد پیدا بکنن.